امروز با این بطری دلستر میخوام براتون شعبده بازی کنم. با دستای کاملا خالی بطری رو بر میدارم و اون رو روی هوا معلقش میکنم. تو هم میتونی خیلی ساده اجراش کنی. پس همراه من باش و با دقت نگاه کن. و اگر به شعبده بازی علاقه‌مندی کانالمو سابسکرایب کن و هر روز یه دونه شعبده جدید یاد بگیر. بیا اینجا تا رازشو بهت بگم. این شعبده بازی ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. اینجا رو ببین، وسط بطری یه دونه سوراخ ایجاد کن. میتونی یه مقدار نوشیدنی هم داخل بطری بریزی. حالا باید در نقش پتروس فداکار انگشتتو بکنی توی سوراخ. به همین سادگی. فقط باید حواست باشه کسی از بغل کارو نبینه، چون لو میری. این کار انقدر ساده است که هیچ تمرینی نیاز نداره، اما در حین سادگی فوق‌العاده جذابه و هر کس اونو ببینه برگاش میریزه. موفق باشید دوست جادویی من.